جان هر قصه یاد خداست. اگر یاد خدا درش نباشه اون قصه یخ میکنه. بوی خداست که جان انسان رو به وجد میاره. هر کجا بوی خدا میآید خلق بین بی سر و پا میآید. مردم شیفته خدا هستن. هر کس که سخنش بوی خدا بده، نقاشیش بوی خدا بده، چهره خودش بوی خدا بده، چون در دلش آمده. وقتی در دل شما اون معنی عظیم آمد، فکر نکن چهره‌تون هم چهره قبلی میشه، یه چهره دیگه میشه، زیباتر میشه، محبوبتر میشه، جذابتر میشه. این کسی که نیتی کرده که من میخوام به اون برسم، من مقصود و معشوق من تویی، یا غایت آمال العارفین، تو کجایی تا شبم من چاکرم؟ عین انت. جان دعای کمیل چیه؟ عین انت، تو کجایی؟ اگر کسی این تو کجایی تو دلش آمد، قیافش زیبا میشه، هر کی باشه. هضم میکنه آدم، راه رفتنش فرق میکنه. آدمی که داره به طرف خدا حرکت میکنه خیلی فرق میکنه با آدمی که داره به طرف دنیا حرکت میکنه. راه رفتنش فرق میکنه، حرف زدنش فرق میکنه، شعر گفتنش فرق میکنه، نقاشیش فرق میکنه. اون معنی باید در دل هنرمند بیاد. تا اون معنی نیومده اولا شادی خبری نیست. هنرمند حرفی برای گفتن نداره.